به نام خدا. با بخش دوم از کدنویسی فرم مسافرها در خدمت شما هستم. در ابتدای این قسمت میخوام کد مربوط به افزودن تصویر مدرک رو بنویسم. روش دوبار کلیک میکنم تا برای من رویداد اکشن پرفورم رو ایجاد کنه تا کدهای مورد نظرم رو بنویسم. برای انتخاب فایل از جی فایل چوزر بعد استفاده کنیم. اسمش رو هم میذارم فایل و برابر است با نیو جی فایل چوزر. داخل پرانتزش اگر شما هیچی رو قرار ندید یه دایرکتوری پیش‌فرضی رو برای ما انتخاب میکنه. اما اینجا من برای راحتی کار و برای اینکه سریع بتونیم تصویرمون رو انتخاب کنیم یک آدرس پیش‌فرضی رو بهش میدم. توی دسکتاپم یه پوشه درست کردم به نام ایمیج، 2 تا تصویر رو توش قرار دادم. هر بار که ما روی این دکمه کلیک میکنیم و اون پنجره مورد نظر برای ما باز میشه میاد داخل این آدرسی که الان مشخص کردیم. من میخوام کاربر فقط بتونه تصویر انتخاب کنه. پس می‌نویسم file.set file filter و داخلش چی می‌نویسم؟ new file name extension filter. یه چند تا رشته از ما دریافت میکنه. رشته اول description، یعنی اینکه میخوایم بگیم این چیه. میگیم image files، یعنی فایل های تصویری فقط میتونی انتخاب کنی. حالا اینجا بعدش فرمت ها رو میدیم، مثلا JPEG و PNG رو میخوایم کاربر بتونه انتخاب کنه. میتونید شما داخل پرانتزش مثلا اینجا بنویسید که چه فرمت هایی رو قبول میکنید، مثلا ستاره.jpg یا ستاره.png، یعنی هر فایلی که با پسوند JPG و PNG باشه. بعد میام خط بعدش یه شرط میذارم، میگم اگر این فایل رو انتخاب کرد و اوکی رو زد فلان کار رو برای ما انجام بده. پس می‌نویسم file.show open dialog، میگه پرنتش چی باشه، کجا نمایش داده شه، میگیم this، یعنی داخل همین فرمی که داریم. اگر مقداری که این متد برمیگردونه برابر بودش با jfilechooser.approve option، همونطور که اینجام نوشته، اگر روی اوکی یا yes کلیک کرد عملیات مورد نظر ما رو انجام بده. خارج از این متدی که اینجا داریم یک استرینگ تعریف میکنم، استرینگ، و اسمش رو میذارم image file pass و مقدار پیش‌فرض رو خالی میدم. چرا این بیرون تعریف میکنم؟ چون میخوایم تو قسمت‌های دیگه از برنامه ازش استفاده کنیم. پس اینجا می‌نویسم image file pass مساوی است با file.getSelectedFile.getAbsolutePass، یعنی آدرس مطلق. آدرس مطلق یعنی چی؟ یعنی آدرس کامل به این شکل. تو کدوم درایو، تو کدوم پوشه است، ما به همچین آدرسی نیاز داریم. الان میخوام تصویری که انتخاب کرده رو فیت کنم تو این لیبلمون. اسم لیبلمون چیه؟ LBL image هستش. پس ما مجبوریم یه تغییر سایز بدیم اینجا. از ایمیج یک نمونه تعریف میکنم، باید ایمپورتش رو انجام بدیم. java.awt.image اسمش رو میذارم img و مقدارش برابر است با new image icon، این عکسی که کاربر انتخاب کرده، یعنی این استرینگی که ما الان به دست آوردیم از این برای ما یک ایمیج آیکون میسازه. بعد می‌نویسیم .get images، یعنی تصویر رو برای ما انتخاب کن، داخل این متغیرمون بریز. حالا اینجا می‌نویسم img برابر است با img.getScaledInstance. من قبلا در مورد این متد توضیح دادم. پارامتری که دریافت میکنه چیه؟ اول ارز رو میخواد، می‌نویسم LBL image.getWidth، پارامتر بعدی LBL image.getHeight و پارامتر آخرم مشخص میکنه که به چه صورتی این تغییر سایز رو انجام بده. می‌نویسم image.scaleFast. در مورد انواع اینا قبلا یه توضیح مختصری دادم، چیز خاصی هم نیستش. از اسمشون کاملا مشخصه که دارن چی کار میکنن، چه آپشنایی هستن. و در نهایت زمانی که این تغییر سایز رو انجام دادیم می‌نویسیم LBL ایمیجمون، اون جی لیبلی که داشتیم .set icon و داخلش هم می‌نویسم new image icon و به عنوان پارامترش این img که اینجا ساختیم رو بهش پاس میدم. تو خط بعدش هم میام متد ریپینت رو فراخوانی میکنم. کلا زمانی که شما میخواید ظاهر پروژهتون آپدیت بشه، مثلا کاربر رنگش رو عوض کنه، یه تصویر جدید انتخاب کنه و امثال این کارها، این متد ریپینت رو فراخوانی کنید برای اینکه ظاهر پروژهتون آپدیت بشه. این کدا رو شما میتونید بیشتر هم توسعه بدید، مثلا اینجا else اضافه کنید یا try catch اضافه کنید. نکته خاصی نیستش که لازم باشه حتما من توضیح بدم، چون گاهی اوقات برای بعضی از کاربرا این باور غلط به وجود میاد که من باید همه چیز رو توضیح بدم. مثلا من اینجا if گذاشتم else توضیح ندادم. اگر شما تو پروژهتون else بذارید سیستمتون ویروس میگیره. مثلا یه همچین فکرایی میکنن، نمیدونم، بعضیا فقط دنبال لقمه آماده هستن.
پس خودتون هم یه مقدار تلاش کنید، یه مقدار کداتون رو توسعه بدید تا برنامه نویس بشید. من یه پسوند دیگر رو هم اینجا اضافه کنم برای اینکه مشکلی پیش نیاد. JPG برنامه رو اجرا میکنیم. من یه تصویر رو انتخاب میکنم، مثلا این تصویر رو انتخاب میکنم و اینجا برای ما با موفقیت تصویر رو نمایش شد و فیتش کرد. حالا بریم ادامه کدها رو بنویسیم. من میخوام زمانی که موس اومد داخل این LBL ایمیجم این ذره‌بینه نمایش داده شه و زمانی که موس رو خارج کرد ذره‌بینه مخفی بشه. این نکته رو هم بگم، من این لیبل رو انتخاب کردم از پنجره پراپرتیز، کرسرش رو گذاشتم هند کرسر برای اینکه زمانی که کاربر موس رو میاره روش احساس کنه که این قابل کلیکه. برای این کار ما با 2 تا رویداد نیاز داریم. انتخابش میکنم از پنجره ایونت ها. یکی موس اینترت هستش، یعنی زمانی که موس وارد محیط لیبلمون میشه، و دیگری موس اگزیتد، یعنی زمانی که موس از محیط لیبلمون خارج بشه. میام توی موس اینترت مینویسم اگر این LBL ایمیجی که داریم .get آیکونش مخالف با نال بود بیا این کارا رو انجام بده. اگر نال باشه که اصلا ما نیاز نداریم که ماکسیمایزش کنیم. پس می‌نویسم LBL ماکسیمایز، این لیبلی که اینجا تعریف کردیم اسمش LBL ماکسیمایز هستش. .set ویزیبلش برابر با ترو بشه، نمایش داده شه، و بعدش هم ریپینت رو می‌نویسیم. اگر هم موس رو خارج کرد دقیقاً همین رو ما کپی می‌کنیم و اینجا قرارش میدیم. بازم باید چک کنیم که نال نباشه. set ویزیبلش رو فالس می‌کنیم. این set ویزیبل فالس رو ما باید توی فرم سیتینگ هم قرار بدیم، تو همون دفعه اول برای ما چیزی رو نمایش نده، تصویرمون رو نمایش نده، هر زمان که لازم شد. اینم تا اینجای کار یه بار اجرا کنیم. الان زمانی که موس رو بیارم اینجا هیچی رو برای ما نمایش نمیده. حالا یه تصویر رو من انتخاب میکنم اینجا و زمانی که موس رو میارم روش میبینید که این آیکون رو برای ما نمایش میده. حالا زمانی که خارج کنم ست ویزیبلش فالس میشه. پس اینم از این موضوع که الان با هم دیگه بررسیش کردیم. اگر احیانا شما توی پروژهتون به یه همچین مشکلی که الان توضیح میدم برخورد کردید، یه 2 خط کد دیگه هم باید بنویسید. یه بار اجرا میکنم. گاهی اوقات پیش میاد مثلا شما یه تصویر رو انتخاب میکنید، بعد زمانی که موس میاد روش اینجا مشکل نره، نمایش داده میشه، ولی زمانی که موس رو میادید روی اون آیکونی که داشتید یه مقدار به هم میریزه، چشمک میزنه. گاهی اوقات تو پروژه ها پیش میاد. اگر همچین مشکلی پیش اومد اون آیکونتون رو انتخاب کنید، LBL ماکسیمایز رو، بیایید توی قسمت رویدادها و رویداد موس موود رو انتخاب کنید، یعنی زمانی که موس روی این لیبلمون حرکت داده میشه، و بنویسید LBL maximize.set ویزیبلش برابر با ترو بشه. گاهی اوقات از این مشکلا پیش میاد. بعدش هم ریپینت رو فراخوانی کنید. الان توی پروژه ما پیش نیومده ولی برای احتیاط بازم مینویسیم. مجددا اجرا میکنم برای اینکه مطمئن بشیم. یه تصویر انتخاب میکنم، موس میاد روش و بدون هیچ مشکلی برای ما نمایش داده میشه. حالا میخوایم کدی بنویسیم تا زمانی که روی این کلیک شد تصویر بزرگ رو برای ما نمایش بده. اول بریم اون FRMی که داشتیم، FRM ماکسیمایز رو باز میکنیم تا کدش رو بنویسیم. من تنها کدی که اینجا نوشتم چیه؟ this.dispose هستش، یعنی زمانی که روی این دکمه ضرب در کلیک میشه این فرممون پنجرمون بسته شه، به همین سادگی. تو قسمت قبلم یه اشاره هایی داشتم. من تو این فرممون یه لیبل قرار دادم برای اینکه تصویر بک‌گراندمون رو نمایش بده، جی لیبل 1، یک لیبل برای دکمه کلوز و یک چک باکس که اینجا مشاهدهش میکنید. اما برای اینکه تصویرمون رو کامل بتونه نشون بده، اگر از این صفمون بزرگتر باشه میخوام یه اسکرولی باشه تا کاربر بتونه کلش رو مشاهده کنه. برای این منظور من یک اسکرول پین اضافه کردم از این قسمت، اسکرول پین. خیلی راحت درگ کردم روی این صفحه رها کردم. اگر شما میخواید ترتیب اینا رو عوض کنید خیلی ساده. مثلا من اینو درگ میکنم میخوام بیارم اینجا، یعنی این اسکرول پینمون روی تصویر بک‌گراند قرار بگیره. بعد اومدم داخل این اسکرول پین یک لیبل قرار دادم، براش هم اسم گذاشتم LBL ایمیج. کار خاصی نکردم تا اینجا. من میام متد کانستراکتور این رو تغییر میدم، یک استرینگ تعریف میکنم به نام اینپوت، یعنی میگم هر کسی که میخواد این فرم رو نمایش بده باید آدرس اون عکسی که میخواید اینجا نمایش داده بشه رو هم برای ما ارسال کنه. این نکته مهم رو در نظر داشته باشید. اگر این فریمی که ایجاد کردید متد مین داره، متد مینش رو پاک کنید. اینو قبلا هم توضیح دادم. متد مین برای زمانی هستش که
فرم شما فرم اصلی برنامه هستش. زمانی که ما از یه فرم دیگه از FRM ماکسیمایز یک نمونه تعریف میکنیم و مینویسیم مثلا set ویزیبلش ترو بشه، اصلا اون متد مینه اجرا نمیشه. این موضوع رو قشنگ برای شما تو قسمت‌های قبلی نشون دادم. انتظار دارم که فیلم‌ها رو به ترتیب نگاه کنید تا موضوعی براتون گنگ نباشه. یه استرینگ دیگه هم تعریف میکنم دقیقاً با همین نام، اما به صورت گلوبال یا سراسری تعریفش میکنم. یعنی زمانی که یک شی از این کلاسمون تعریف میشه، این متغیری که اینجا تعریف کردیم مقداردهی بشه. کجا مقداردهی بشه؟ داخل متد کانستراکتور. یعنی می‌نویسیم this.input مقدارش رو از چی بگیره؟ اینپوتی که برای ما ارسال شده. البته قبلش هم باید این متد init components رو فراخوانی کنیم تا برای ما عناصری که توی صفحه داریم رو مقداردهی کنه و بچینه. حواسم نبود و پاکش کردم. بعد اینجا می‌نویسیم LBL ایمیجمون .set آیکونه و با عنوان پارامتر می‌نویسیم new image icon. تصویرمون رو از کجا بگیره، چجوری بسازه؟ از این اینپوتی که برامون ارسال شده، از این آدرس تصویری که برامون فرستاده. این دو خط کد رو هم من کپی پیست کردم چون قبلا توضیح دادم کد تکراری بود. یکی برای اینکه بک‌گراندمون بیرنگ بشه و یکی هم برای اینکه تصویرمون یا به عبارت دیگه فرممون رو وسط صفحه نمایش ظاهر بشه. بیاید کد مربوط به این چک باکس هم بنویسیم تا کار یه سره بشه. زمانی که انتخاب بشه و تیک بخوره می‌خوایم تمام صفحه باشه تصویرمون. یعنی چی؟ یعنی فیت بشه تو همین سایزی که اینجا مشاهده می‌کنیم. و زمانی هم که تیکش رو ورداشت سایز واقعیش رو برامون نشون بده. پس انتخابش می‌کنم از پنجره ایونت ها، استیت چنج باید انتخاب بشه و یه شرط می‌نویسم. میگم اگر این CH کایی که داریم، چک باکسی که داریم is selected، یعنی اگر انتخاب شده بود، این متد برای ما یه بولیان برمیگردونه دیگه. اگر انتخاب شده باشه true، در غیر این صورت هم false رو برای ما برمیگردونه. دقیقاً مشابه کدی که قبلا داشتیم. از ایمیج یک نمونه تعریف میکنیم، ایمپورتش رو انجام میدیم، اسمش رو میذاریم img و برابر است با new image icon و آدرس اون تصویرمون رو بهش میدیم، یعنی input. بعد می‌نویسم .getImage. شما کارهای دیگه هم میتونستید بکنید. بنویسید LBL ایمیجتون .getIcon، بعد این رو کستش کنید به ایمیج آیکون و بعد getImage رو فراخوانی کنید. یعنی میتونستید یه مقدار پیچیده‌تر هم کد بنویسید، ولی ما چون اینجا به اینپوت دسترسی داریم پس مشکلی وجود نداره. این راه حلی که الان گفتم برای زمانیه که ما فقط به این LBL ایمیجمون دسترسی داریم، دیگه آدرس تصویرمون رو گم کردیم نداریم. بعد اینجا می نویسیم img برابر است با img.getScaledInstance. ارزمون چی باشه؟ به اندازه اسکرول پینی که داریم .getWidth منهای 10. این منهای 10 برای این هستش که اون اسکرول بارهایی که نمایش داده میشه رو هم در نظر بگیریم، یعنی یه مقدار عکسمون کوچیک‌تر بشه. اینا دیگه سلیقه‌ای. حالا شما میتونید این منهای 10 رو نذارید، تست کنید ببینید چه شکلی میشه. اگر خوشتون اومد میتونید حذفش کنید به همین سادگی. بعد اینجا می نویسیم jscrollPane 1 getHeight، ارتفاعش رو هم منهای 10 میکنیم. اسکیلش رو هم همون مثل قبلی میذاریم، می نویسم image.scaleFast. وقتی هم کارمون تموم شد تصویر جدید رو ست میکنیم، ست آیکونه و داخلش هم نیو ایمیج آیکون و با عنوان پارامتر یک ایمیج از ما دریافت میکنه. ما این ایمیجی که تغییر سایز یافته رو بهش میدیم، در نهایت هم ریپینت میکنیم. اما اگر کاربر میخواست تصویر با سایز اصلی رو مشاهده کنه، همین کد رو مینویسیم. اینجا قرار این دو خط رو من کپی میکنم کلا چون به پایینیش هم نیاز داریم. اما اینجا به عنوان پارامتر بهش چی میدم؟ اینپوت رو میدم، همون سایز اصلی تصویرمون رو بهش میدم. تموم شد. اینو سیوش میکنیم. الان دیگه با این کاری نداریم. میایم اینجا و زمانی که روی این کلیک شد، یعنی چه روی دادی؟ ماوس کلیک. داخلش مینویسیم new FRM maximize. متد کانستراکتورش یک اینپوت از ما میخواد. من این متغیری که این بالا تعریف کردیم رو بهش میدم. باید حواسمون هم باشه که یک مقداری داشته باشه. حالا شما میتونید این مقدار برنامه رو پیشرفته تر کنید، شرط بذارید اگر اینجا مقداری داخلش نبود یک پیغام نمایش بده و دیگه این مقدار پروژه رو پیچیده کنید. .set visible پارامترش رو هم ترو میدیم. برنامه رو اجرا میکنم. یه تصویر انتخاب میکنم. یه تصویر یه مقدار بزرگتر رو اینجا قرار دادم برای اینکه اون چیزی که میخوام بهتون نشون بدم. حالا روی اینکه کلیک کنیم میبینید که برای ما یک اسکرول رو نمایش داده و اون زوایای تصویر که قابل مشاهده نیست رو میتونیم با اسکرول مشاهده کنیم.
اگرم روی تمام صفحه کلیک کنم تصویر فیت میشه تو همین جایی که براش تعریف کردیم، تو همین عرض و ارتفاعی که ما در نظر گرفتیم. زمانی که تیکش رو وردارم همون تصویر اصلی رو برامون نمایش میده. پس کدی که نوشتیم داره به درستی کار میکنه. حالا شما سلیقتون بهتره میتونید یه مقدار اینا رو تغییرش بدید. تصویر بک‌گراند بهتر، کدهای کاملتر و هر چیزی که پروژهتون رو قشنگتر کنه. به نظرم برای این قسمت کافی هستش. امیدوارم که تو این قسمت هم نکات خوبی رو یاد گرفته باشید.